راجع کاری که می‌خواید ارائه بدید یکم با بینندگان و حضار محترم صحبت علی جان فوق‌العاده ماشاءالله عالی کف مرتب ترکون کرد. سلام عرض می‌کنم قربون قلماتون که انقدر با صفایی و محبتی به افتخار خودی دست مرتب دست مرتب ماشاءالله چون خیلی با انرژی ما یه آهنگ اکتیو تقدیمتون می‌کنیم بازم به افتخار خودی یه دست مرتب ای بابا دست مرتب ماشاءالله با من باش عشقم باش من باش عمرم باش یارم باش همراهم باش هم گریه هم خنده یادم باش امشب رو با من باش عشقم باش من باش عمرم باش یارم باش هم خارم باش هم گریه هم خنده یادم باش این تن عشقم دستم بذار باور کن این شب سیاهو کنار من سر کن این تن عشقم قلب منو نشکن اسیر عشقم بذارمو بشکن دستم بذار باور کن این شب سیاهو کنار من سر کن عالیه ماشاءالله شهران جان ماشاءالله با من باش عشقم باش من باش عمرم باش یارم باش همراهم باش هم گریه هم خنده یادم باش امشب رو با من باش عشقم باش من باش عمرم باش یارم باش هم خارم باش هم گریه هم خنده یادم باش این تن عشقم ناشکن اسیر عشقم بذارم و بشکن دستم بذار باور کن این شب سیاهو کنار من سر کن این تن عشقم ناشکن اسیر عشقم بذارم و بشکن دستم بذار باور کن این شب سیاهو کنار من سر کن ماشاءالله این همه انرژی این بریا خیلی ساکت بودن ها ما همه رفتاسی ها ماشاءالله مرسی خیلی ممنون ماشاءالله به خودی یه دست مرتب به افتخار خودی بزن مرسی خیلی ممنونم از دوست عزیزم آقای شهرام بختیاری. آقای شهرام بختیاری یه پنجه خیلی قشنگی داره که گیتار کلاسیک، الکتریک و آگوستیک رو بسیار زیبایشون می‌نمونه. ایشون لطف دارن با شاگردی. من اسم رو بولشون 1 سال آقای بختیاری میشناسم. از وقتی که من هر موقع ایشون دیدم فقط داره میخنده. یعنی فقط خنده رو لباشه. شهرام جون این کارو رو معرفی می‌کنم. عرضم بزرگتون که شعر آهنگ از خودم بود آقای ملکی لطف کردن صدا بندیش انجام بدن و یه توقیه خیلی کوچیکی بود تقدیم حضورتون کردم به افتخار خودتون دست مرتب متشکرم. به افتخار آقای بختیاری لطفا
خب قبل از هر چیز تشکر میکنم از این همه همکاری که واقعا داریم میکنیم و نمیکنیم این ولیان با توجه اون ولیان و آخری و پایینی هم خب باشه الان همکاری نکنی که این همه دوست هنرمند بده بالا الان میگیم پیدا آقا گوش کنید اولا که امشب یه سورپرایز خیلی خوب براتون داریم یکی از خواننده‌های خیلی خوب و نامی ولی قبل از اون من یک نکته رو اعلام کنم خدمت شما در برنامه سوم خرداد دوستانی که اینجا تشریف میارن و از این تایم تا سوم خرداد هر کسی که از مجتمع تجاری پرواز خرید میکنه لطفا کارت قرعه کشی تهیه بکنه چون در اون روز ما هدایای خیلی ویژه‌ای داریم که انشالله توی قرعه کشی برنده میشیم و ما اون هدایا رو تقدیمتون میکنیم. اولا به افتخار مدیریت محترم پاساژ پرواز یک تشویق جانانه بفرمایید. خب حالا بریم سراغ سورپرایز. خواننده‌ای که بعد از چند سال دوندگی بالاخره موفق شد مجوز آلبومش رو بگیره با نام تاوان عشق. وقتی گفتی دوستم داری همه میشناسن این آهنگو ایشون هم کسی نیست جز آقای امیر زمانی. عالی آقا آسمونمو ازم گرفتی
مرسی حمیدجان، مرسی بسیار عالی. حمیدجان اگه توضیح ندهی برای بینندگان عزیز بگو، ما در خدمتتون هستیم. راجع به تست، راجع به اهداف مرسی. حمیدجان بفرمایید. ببخشید. عرضم حضورتون که من این آهنگ رو حدود 5-6 سال پیش ساخته بودم و خب متاسفانه مراحل مجدد آلبوم خیلی طول کشید و اسفند ماه 89 این آلبوم به نام تابان عشق به بازار اومده. خب اکثر آهنگ‌ها ریتمیک هستش و خدمتتون عرض کنم که آهنگ‌ها و ترانه‌هایی هست که فکر می‌کنم که اغلب مردم خوششون بیاد و با ترانه‌سراها و آهنگسازان خوب و مطرحی هم کار شده، از جمله خانم مریم اسدی، نیلوفر لاوی‌پور، ترانه مکرم، دیجی سروش و افراد دیگه که الان حضور ذهن ندارم. امیدوارم که خوشتون بیاد. حالا از این آلبوم من امشب 2-3 ترک رو براتون اجرا میکنم. مرسی امیر، مرسی، خیلی ممنون. به افتخار امیر یک دفعه مرتب بازم در خدمت ایشون هستیم. جالبه یه بار دیگه همونجور که دوستم پیمان ملکی گفت به اطلاع برسونم که